از حالا دیگه آماده شو که با هم برویم و با آنها کمک کنیم. خوش آمدین به قریه ما. الف مد و الف. انشالله با حضور و با کمک شما بتانیم کلمات بسیار مقبول و زیبا را بسازیم. السلام علیکم. به هوش آکادمی خوش آمدین. الف، یادت هست که وعده داده بودیم به قلم کمک کنیم و به قریه زمین برگردیم ما و تو؟ بله الف مد، فکر کنم که وقتش رسیده. مردم قریام شاید که بسیار منتظر ما مانده باشن و به ما هم زیاد نیاز دارن تا کلمات جدید بسازن. از حالا دیگه آماده شو که با هم برویم و با آنها کمک کنیم. سلام الف مد و الف، خوش آمدین دوستای عزیز. اینجا حروف الف مد و الف هستند که آمدن ما را کمک کنند تا همه ما با این حروف آشنایی حاصل بکنیم و یادشان بگیریم. خوش آمدین به قریه ما. الف مد و الف. انشالله با حضور و با کمک شما بتانیم کلمات بسیار مقبول و زیبا را بسازیم. سلام با شما قلم و کتاب. خیلی خوشحال هستیم که دوباره برگشتیم پیش شما. خب قندلکای نازنین، ما حرفی الفی مقدار هستم. ما خب مثل حرفی الف هستیم، با هم دیگه یک رقم نوشته میشیم. اما ما یک چیز اضافه دارم، در سر خود یک دانه کلاگک دارم. این کلاگک ما مثل تاج سر ما است و فیره میفهمین که ما اولین حرفی الف با هستم. خوب الف مد زیبا و دوست داشتنی، تو برای ما بگو که در کدام کلمات استفاده میشی؟ آفتاب گرم و زرد و شاداب، صبح که طلوع میکنم روشنی میآورم. سلام دوستا، من آفتاب هستم. همیشه روزا کنار شما هستم و شما را گرمی میدم. وای خدا جان، این آفتاب چقدر زیباست. من ترا خیلی دوست دارم آفتاب جان. بله کلم جان، آیا میفهمی ما در اولی اسمی آفتاب استفاده میشم؟ بله الف مد، راست میگویی تو. ما با حرفی تو شروع میشم. بله الف مد، باش که ما برای کلگی نشان بتم آفتاب چی رقم نوشته میشه. آه آفتاب، آفتاب اینی رقم. من خیلی هیجان دارم. میشه یک مثال دیگه هم بتی الف مد جان که همه خوب یاد بگیرن تو را؟ بله، مثلا آب. همه ما با آب نیاز داریم قندولک. آب یکی از نعمات بسیار 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 خوبی خداوند جل جلاله است. حالا کلم جان، تو همین نامه که آب در روی تخته خو نوشته کو؟ درست است الف مد جان، اینه. آب خیلی عالی شد.
آبی زلال و پاک، جان همه انسان ها. آب برای ما نعمتی بی پایانی الله. در جوی و چشمه ها جاری مثلی هوا. بنوش و شکر کن این هدیه را تو از الله. خب حالی نوبت است. اما اول ما یک سوال دارم از تو قلم. تو بگو که خالق همه هستی و انسان ها کی است؟ الف جان، این خود سوال بسیار خوب است. الله متعال خالق همه چیز است و همیشه او در کنار ماست. بله قلم، همین رقم است و ما خیلی خوشحال هستم که وقتی کسی میخواهد بنویسد الله، در اول اسم الله مرا نوشته میکنه. بله الف جان، من میفهمم تو در اول کلمه الله جل جلاله استفاده میشی. بیایید با هم بگوییم الله مهربان است. 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 نترسید من ابر هستم. وقتی گفتگوی شما را شنیدم و آمدم تا بگویم که نام ما هم با یکی از این حروف شروع میشه و او هست حرف الف. ابری سفید و نرم در آسمانی بلند، باران می آورم شادی می پراکنم. وای تو ابر هستی؟ چقدر زیبا. من اسم تو را میفهمم چون بارها نوشته کردیم، ولی برای بار اول است که تو را میبینم. خب بچه ها، امروز همه ما کلمات را یاد گرفتیم که با ما یعنی الف و الف مد شروع میشد، ولی یادتان نره این شروع ماجرا یادگیری ما و شما است. کوشش کنین کلمات بسیار مقبول دیگر هم پیدا کنین که با ما شروع شوند و هر زمانی که ما را دیدین بگوین که کدام کلمات جدید یاد گرفتین. بله الف مد، تو خود کاملا راست میگی. باید که ما و شما همیشه کوشش کنیم کلمات نو یاد بگیریم. خدا کنه که خوشتان آمده باشد. راستی یادم نره که براتان بگویم برای حمایت از ما هوش آکادمی را دنبال کنین.